تلگرام کانال به مقامات قدرتی روسیه نزدیک مش روز 26 مارس سال 2024 خبر داد که یک جوان 29 ساله زاده تاجیکستان در مسکو با گمان ارتباط با نهادهای جاسوسی اوکراین دستگیر شده است. شام گذشته کارمندان دپس ماشین تمغه مازدا را که از جانب قهرمان مرگانوف 29 ساله اداره میشد منع کردند. راننده خیلی عصبانی به نظر می رسید و از این رو کارمندان پلیس تصمیم گرفتند که او را کوفتکوب کنند. در تلفن او کارمندان پلیس مکاتبهش با شهروندان اوکراین و تاجیکستان را پیدا کردند که لعنش ضد روسیه بود. معلوم گردید که قبلا مرگانوف خودش هم یک مدت در کیف زندگی کرده است. پلیس به تحقیق این حادثه شروع کرده است. تلفن و ماشین قهرمان را به این دلیل موقتا از دستش گرفتند گفته می شود در خبر. تفصیلات دیگر آورده نشده است. معلوم نیست که این جوان تاجیک را در کدام قسمت مسکو منع کردند و او در پایتخت روسیه چه کار میکرد. در اینترنت درباره او یگان معلومات دسترس بجز از خبر بازداشت اخیرش وجود ندارد. خود قهرمان مرگانوف و او نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیستند. در عموم بعد شروع جنگ ضد اوکراین در روسیه موردهای بازداشت افراد با اتهام جاسوسی و خیانت به وطن افزایش یافته است. اکثر این پرونده ها مربوط به همکاری با مقامات اوکراین است. حالا در روسیه مقامات با هر نفری که با اوکراین مکاتبه دارد با نظر شبهه می‌نگرند و در هر حادثه ایز اوکراین را می‌جویند. حتی در حمله خونین شام 22 مارس در کراسنogorsk با وجود مسئولیت را به دوش خود گرفتن سازمان تروریستی داعش، مقامات روسیه از جمله پرزیدنت ولادیمیر پوتین پای فشارانه تلاش دارند که ایز اوکراین را پیدا کنند. بازداشت قهرمان مرگانوف نخستین موردهای حبس زادگان تاجیکستان در روسیه با اتهام همکاری با مقامات اوکراین نیست. از جمله ماه سپتامبر سال 2023 هنرپیشه 32 ساله سینما از تاجیکستان شریف جان تلوزاده در ولایت مسکو دستگیر شد و FSB روسیه بعداً تلوزاده را به جاسوسی برای اوکراین عیبدار کرد. از آن قبل ماه دکبر سال 2022 FSB روسیه زاده تاجیکستان دادابای فیروز تیمیربایویچ را که شهروندی روسیه را دارد به خیانت به دولت عیبدار کردند. در دادگاه نوئل فورت و شهر مسکو تنها زاده تاجیکستان بودن دادابایف را تصدیق کرده گفتند معلومات باقی مانده درباره او و پروندهش زیر مور مخفی است. درباره سرنوشت بعدی تلوزاده و دادابایف بعد بازداشتشان دیگر یگان خبر نشر نشد. معلوم نیست که آیا آنها با همان اتهام جاسوسی و خیانت محکوم شدند یا نه.